استاد شخصی که کمبغل استاد میتونه که فطر روزه را از چند کسا قبول کنه؟ تا حتی از 5 نفر، از 10 نفر، چند نفر باشه استاد؟ مسکین یا فقیر. اگر گفتن که تا کفایه 1 سالش حق دارد، یعنی به 1 سالش میرسیدگی صرف و خراجاتش تا همون چین قبول کند میشد. این اگر صدقه فطر زکات الله تعالی و العاملین علیها گفته است، یعنی یک نوع زکات خورها، اونایی که در همین ساحه فعالیت میکنن، یعنی زکات مردم جمع میکنن، از پولدارایی به کمبغلا تقسیم میکنن. یعنی اگر شریعت اسلامی که عمل کنیم، طبق شریعت اگر عمل کنیم، باید زکات همه به بیت المال عبور جمع میشد. بعد از اونجا گشته به صاحبان سزاواران زکات تقسیم کرده میشد. در این حالت به همه به قدر ضرورت به 1 سال میرسیدگی تقسیم کرده میشد. حاضر که این چیز نظام ندارد، گاه به یک انسان زیاد، گاه به یک انسان هیچی داده نمیشه. بعضی انسان ظاهرش آدم میبیند که همین، بعضی آدم پولی بودگی هم صرف کرده نمیتوند، همین پولی بودگی به سر و لباس خوشرو هم خریدن ممکن، سر و لباس بینور هم خریدن ممکن. همین آدمی کمبغل هم خودش مانندی بای خوشرو کرده میتواند گشته. یا آدم پول داشته باشد همین البته خودش یک کمبغل به مانند کرده گشته نشده کن. خیلی نه. مسلمان آدم باید عزیز باشد. مسلمان آدم باید زیب و زینت خود را داشته باشد، یعنی خود را درویش و فقیر نگیرد. اگر چی نداشته باشدم، یعنی که همون چیزی که دارد همون به قول مردمی عامه اب کند، به اب نزدیک کند، یعنی همون خوشرو کرده استفاده برد. و از همین حساب بعضی آدم ها میبینن یک آدمی میگن که اوه این سر و لباساش خوشرو هست، این بای است، میگن همین که خلاصه میبرن زکات نمیده. یا آدمی پولدار میبینن که آدم، بعضی آدم ذوقش به لباس نیست، ذوقش به ماشین نیست، پول دارد لیکن پیاده میگردد مثلا. این آدم میبیند کمبغل فکر میکند. بنابراین الله تعالی فکر یحسبه الجاهل، یا که یحسبهم الجاهل، جاهل او رو فکر میکند که اغنیا، بای گفته فکر میکند. شخصی نادان نمیدونه بیچاره، فکر میکند که این بای میگد. برای چی؟ برای که نمیپرسد، برای آنکه ظاهری بایی دارد نمیپرسد، این بای گفته فکر میکند. خلاصه از همین سبب یعنی که کمتر توازن گم میشد، چون که ما نمیدانیم که این کمبغل آیا از دیگر کس هم زکات گرفته است یا نگرفته است. بنابراین در این حالت کمبغل ها را توصیه میکنیم که از قدر حاجتتان زیاد نگیرید، تا 1 سال میرسیدگیتون نگیرید، از اون زیادش نگیرید. و بعضی انسان ها فعالیت هم دارن، کار هم دارن، خانه هاشون آشیانه هست، لیکن با به نزد بای ها رفته پول میگیرن، قرض زکات میگن. نادرست است. یعنی قناعت کنید با اون چیزی که خانه‌تون فروشید و قرضتون تیتو، یعنی خیلی نکنید برادران. و این شخصانی که زکات میدید گویید که این زکات است یا این صدقه فطر است، گفتید تا اینکه شخصی کمبغل اگر سزاوار نباشد نگیرد.